این منطقه بازار کروان است، بزرگترین و سرودمترین بازار در دوشنبه. این بازار در قسمت جنوبی شهر دوشنبه و از مرکز خیلی دور جایگیر است. خیلی کم اتفاق می افتد که این بازار را مثل امروز کم آدم و کم ماشین ببینید. روزهای دیگر به قول در اینجا جای پامانی نیست، اما در برابر دیگر فروشگاه ها روزهای 14 و 15 به سوداگران بازار کروان هم دستور دادند که در این روزها به کار نبرایند. نه یا پوپوشی در کروان بود، گفتم میخرم که اومدم که هیچ کار نمیکرد این روز. درک نداشتی؟ نه نمیدونست. هدف از بستن بازار کروان و فروشگاه‌های دیگری پایتخت تاجیکستان هم تامین امنیت در روزهای برگزاری نشست پنجم سران کشورهای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری به آسیا می باشد که قرار است در این نشست سران بیش از 20 کشور شرکت نمایند. آمدن مهمان‌های عالی مقام هم به تاجیکستان از دیروز الکی شروع شده است و امروز پایتختی که این کشور الکی یک هوای تعطیلی دارد، راه‌ها کم آدم‌اند و خیابان‌ها هم از ماشین خالی. Odam به حد بسیار بود دیگه روزای جمعه خیلی آدم هم خیلی بسیار بود دیگه واپس آدم نیست کم آدم. دیگه کوچه‌ها چی؟ دیگه کوچه‌ها هم هر جا همین تو همین شهر همین روز واپس آدم کم. فقط با یک یا دو نفر. خب نه از خیلی آدم دورم. همین آدم هم از میفروه خالی بوسش میریم نصیب داشت. در راه‌های مرکزی پایتخت بیشتر کارمندان میلیسا و ناظران راه به نظر می‌رسند و نقلیات مسافربر هم امروز از آدم خالی است.